سلام عزیزان گرامی، ما توی کار زیبا هستیم. اینجا ورودیشه و اینجا هم بیرونه. ما در اینجا سنگی داریم شیبدار و اسکنه و آبرا که مسیرمونو گفته و کروکی کارم خیلی زیبا حکاکی شده. سوم کنم ببینم ببینیش نیاد برم جلوتر. خیلی زیبا و حکاکیه. این ورودیشه، جایی که ما هستیم نزدیک یک بند انگشت، یعنی نزدیک 1 متر باید بری پایین و بعد راه رو بهت میده به جلو. بعد در این جلوی کروکیمون اینجا یه دونه تله داریم عزیزان و یکی هم ظریف تا اونور. کار خیلی زیبا و شکیل مثلث حکاکی شده و مسیر سنگم نگاه کنید. بهتون گفته چجوری حرکت کنید. سنگم خیلی سفته در نمیاد، زیرش هم خالی کردیم و این هم سنگ چیناش. انشالله که دوستان عزیزمون بتونن کارو به خوبی انجام بدن.